خودت را خودت پیش بر. آدمانی را بیجو که تو را پیش میبرند و گروهی همراه شو که تو را پیش میبرد. با آدمانی باش که میتوانی استعداد و مهارت خود را نشان داده توانی. خود را تحریک ده. بیجو شیشتن شکایت کردن در کار نیست. بعضن پیش من برخی پروفسیونال ها آمده میگویند میدونید حاضر هیچ کس به قدر پروفسیونال ها نمیرسد و غیره. من میگویم گوش کن، از حیات شکایت کردن را بس کن. اگر یک کس به قدرت نرسید این معنای آن را ندارد که تو بدی. اگر گوهر را به کسی دهی که نمیفهمد او گمان میکند که این یگان سنگ سای است. پس به جای رو که به قدرت میرسند. شاید تو به جای در کاری نمیروی، شاید با آدمانی نالازم کار میکنی. جای خودت را بجو. تو درخت نیستی کو. اگر جایت را عوض کنی خشک نمیشوی. باز حرکت کن، کوشش کن، خودت را خودت تحریک ده. من هم در زندگی همین خیل کردم. مرا کسی تحریک نداده است. من مجبور شدم که هزاران بار در بسته را تق تق کنم. دور نمی رویم. آیا می دانید که من چند بار به همین میلمن رفتم تا کتاب های مرا گذارند؟ به نهایت زیاد رفتم. چندین بار رفتم. این را درک نمودن خیلی مهم است.